خب با سلام و درود خدمت همراهان گرامی کانال هیدیفای تک. امروز میخوام که روش اتصال به کانفیگ ها رو در گوشی های آیفون بهت یاد بدم. خب این لینکی که داری این صفحه شخصی شماست، میزنید تو تا واردش بشین. میبینید که توی سیری کار نمیکنه، بنابراین دوباره برمیگردیم اینجا، لینک رو کپی میکنیم و میریم توی کروم. خب اینجا پیست میکنیم و میریم. میبینید که یه همچین شکلی داره. اینجا زمانی که این دکمه رو بزنین یه سری برنامه پیشنهادی داره که میتونین از اینا هم استفاده بکنین، اما معمولا کاربرا از فیر وی پی ان استفاده میکنن. خب 3 خط همبرگری بالا رو میزنین و توی همه تنظیمات میرین. اینجا یه سابسکریپشن لینک هست، 2 تا هست، B64 هست و سابسکریپشن لینک معمولی. بعضی وقتا این کار نمیکنه، بعضی وقتا اون کار میکنه، ولی معمولا همون سابسکریپشن لینک اول کار میکنه. اگر کار نکرد از دومی استفاده بکنید. خب روی دریافت لینک میزنین، کپی لینک و لینک کپی شد. حالا وارد برنامه فیر وی پی ان میشین. ایمپورت وی پی ان کانفیگز رو میزنین و اینجا اون لینک سابسکریپشنتون رو پیست میکنین. اوکی و خودش همه رو میاره. حالا تست وی پی ان لیتنسی رو میزنین اینجا و روی گزینه سوم از بالا که زده ریترای فیلد وب لیتنسی رو میزنین تا پینگ واقعی رو بیاره. اینجا مثل این که وی پی ان وصله، دیسکانکت میکنیم، دوباره اینو میزنیم. یادتون باشه همیشه قبل اینکه سابسکریپشن رو بزنین و این لینک ها بیاد وی پی انتون قطع باشه. خب الان دوباره روی این میزنیم و سورت بای لیتنسی یکی مونده به آخری رو میزنیم روش. حالا سریع ترین اینجا اومده، دوباره رو گزینه کانکت میزنیم، استاتوس تا کانکت بشه و به همین راحتی شما به اینترنت آزاد متصل شده.